اجازه از بزرگترهای مجلس عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما مهمانان و سروران گرامی. خیر مقدم عرض میکنم حضور همه شما بزرگواران رو به جشن عروسی مرتضی جان طاهری. امیدوارم تا به اینجای مجلس از یکایک شما مهمانان عزیز میزبانی خوبی رو به ارمغان آورده باشید. جا داره تشکر داشته باشه از مدیریت محترم تالار کیمیا جناب آقای بهنام، پرسنل زحمتکش، هنرمند بی صدای امشب جناب آقای حمیدزاده فیلمبردار امشبمون و هنرمندان پنجره طلا و حنجره طلای امشبمون گروه موسیقی دریا مدیریت آقای هویدای عزیز به افتخارشون دست بزنید. همچنین جا داره یاد کنیم از عزیزانی که در کشور عزیزمون افغانستان تشریف دارن و در این مجلس تشریف ندارن. جناب آقای ملا محمد پدر آقا دامان، عارف جان برادر، رامین جان برادرشان، عبدالعیسی و صوفی نور احمد کاکا، ملا شاه موسی خان، ملا گل احمد خان، غلام یحیی جان، عبدالله جان، زکریا جان، بزرگان قوم. کشیدی به رسم ادب و احترام تقدیم پدر آقا دومان و پدر عروس خانم میکنیم. گویم نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت. گویم نام زیبای پدر با سیم و زر باید نوشت. خوب و عالی با عیاری معتبر باید نوشت. خوب و عالی با عیاری معتبر باید نوشت. برکت نان و نمک از همت والای اوست. برکت نان و نمک از همت والای اوست. این چنین گویم که نامش تاج سر باید نوشت. این چنین گویم که نامش تاج سر باید نوشت. یه دست به عشق پدراتون بزنید. همچنین جا داره خیر مقدم ویژه ارز کنیم خدمت مهمانان بزرگوارانی که از تهران تشریف آوردن. جناب آقای سجاد اسدزاده به همراه دوستانشون که قدم رنجه فرمودن به مجلس امشب ما تشریف آوردن. خیلی مقدم عرض می‌کنیم. در انتهای سخن آرزو دارم مرتضی جان، آرزو دارم به کامت زندگی باشد عسل، تاج خوشبختی بگیری روز شبها در بغل، با لبی خندان به فارت دلخوشی، با لبی خندان به فارت دلخوشی، آنقدر سرخوش بتازی تا نگنجد در مثل، آنقدر سرخوش بتازی تا نگنجد در مثل. اگر لذت بردیم یه دست جانانه به عشق مهدومان بزنید. خب تشکر از فرشید جان عزیز، یکی از زحمتکشان بخش فرهنگی موسیقیگری افغانستان.